اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهم اخفا. حرفای اخفا چند تا است؟ 15 تا. حرف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ثا، فا، قاف، کاف. اخفا چیست؟ نون ساکن یا تنوین به یکی از همین 15 حرف ها روپرو آید، نون را از جایی برآمد این حرف پوشیده کمی با دماغ خوانده می شود. یعنی میگه که بعد از نون ساکن یا تنوین همین 15 حرف آمد، ما نون را پوشانده کمی با دماغ، یعنی دماغ گفته یعنی با بینی ما میخونیم. چه خیلی نگاه کنین. بعد از نون ساکن چه آمده است؟ حرفی قاف آمده است. قاف یکی از حرفای اخفا است. پس در اینجا ما نون را میپوشانیم و آواز را کمی با دماغ میبراریم. نگاه کنین. من قابل، من قابل. اینجا مثال تنوین. بعد از تنوین چه آمده است؟ حرف فا. حرف فا چه است؟ حرف اخفا. پس چه می شود؟ قاقرا فهبلی، قاقرا فهبلی. الان من برای شما از تجوید نو درستر بعضی چیزهای اخفا را میفهمانم ان شاء الله. خب اخفا 3 درجه دارد. یعنی اخفای کثیر به عربی یعنی کثیر یعنی زیاد می شود. نون ساکن یا تنوین در حرفهای تا، دال و طا به سبب نزدیکی مخرج بسیارتر اخفا می شود. یعنی بعد از نون ساکن یا تنوین همین حرف تا، دال و طا که آمد، با سببی که همین 3 حرف به مخرج نون نزدیک هستند، پس اخفاش زیادتر می شود. یعنی ما وقتی که ما میپوشانیم ما زیادتر میپوشانیم، یعنی دراز میپوشانیم. ولی من برای شما مثال نشان میدم که یعنی دراز پوشاندن یعنی بسیار اخفا کردن چه خیلی میشود. خب اخفای قلیل یعنی قلیل گفته یعنی کم. نون ساکن یا تنوین در حرفهای قاف و کاف با سبب دوری مخرج کمتر اخفا میشه. یعنی بعد از نون ساکن یا تنوین اگر حرف قاف و کاف که آمدن، با سببی که مخرج قاف و کاف از نون دور هستن، پس به همین خاطر اخفا کم میشود. خب اخفای وسط. وسط گفته یعنی مابین، متوسط، یعنی نه زیاد و نه کم، مابین. در حرفهای باقی مانده نون ساکن یا تنوین به طور وسط اخفا میشه. یعنی بغیر از همین 5 حرف که در 3 تاش زیاد و در 2 تاش کم و دیگر حرفا که روپرو شد نون ساکن یا نون تنوین، پس اخفا به طور وسط یعنی متوسط اخفا میشود. من الان برای شما مثالش رو نشان میدم. نگاه کنین. در اینجا مثال حرف تا. بعد از حرف نون ساکن چه آمده است؟ حرف تا. پس در اینجا چی می شود؟ یعنی اخفای کثیر، یعنی کثیر، یعنی زیادتر اخفا می شود. یعنی زیادتر اخفا شدن شما برای شما نشان میدم. نگاه کنین. کنتم من تحتها، کنتم من تحتها. یعنی دیدن ما نون را اخفا کردیم، درستر اخفاش کردیم. میکنیم کنتم من تحتها. خب در دال هم همین خیل یعنی زیادتر. اندادا من دونه. در حرف طا هم همین خیل زیادتر یعنی اخفای کثیر. ینطقون من طین. خب این بود اخفای کثیر یعنی اخفای زیاد. اما اخفای قلیل گفته چی است؟ نگاه کنید. یعنی کم اخفا میشه. در حرف قاف و کاف. نگاه کنید مثالش رو. نگاه کنید. حرف قاف بعد از نون ساکن چه آمده است؟ حرف قاف آمده است. منقلبا من قبل، منقلبا من قبل. یعنی ما اخفا را کم میکنیم، یعنی زیاد نمیکنیم، زیاد نمیکشیم، کم میکنیم. منقلبا من قبل. در مثال کاف انکالا، من کانا، انکالا، من کانا. خب این بود اخفای قلیل. و در غیر و در دیگر حرف ها یعنی بغیر همین 5 حرف اخفای چی می شود؟ وسط یعنی متوسط. این مثال.
منضود منضل من صلصال تنصرون. دیدین؟ یعنی نه زیاد اخفا را کشیدیم یعنی کردیم و نه کم کردیم، بلکه وسط مابین. پس چی بوده است؟ در اینها ما زیاد میکنیم یعنی اخفا را. کنتم من تحتها، این باشد قلیل. منقلبا من قبل، این مثالای یعنی ساکن و این مثالای یعنی تنوین، یعنی اینجا نون ساکن و اینجا تنوین. کتب قیمه کتب قیمه کتب قیمه، این باشد مثالی وسط. خالدا فیها خالدا فیها، یعنی شما فهمیده که اخفای کثیر چخه کدام می شود و در کدام حرفا، اخفای قلیل چخه می شود و در کدام حرفا، و اخفای وسط چخه می شود و در کدام حرفا. انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیر و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.